همچنان و امروز اگر مثلا شخصا خودم بسیاری از دوستایی هستن که از ولایت هستن دیگه امروز در این زمستان اونا اگر یک لقمه نان خود کم میکنه ما تو را حمایت میکنه تا ما شما باشیم که این جامعه خود را یک تغییر بهتر یک بهبود خوبتر در جامعه وارد بکنیم و ما شما باید قدردان و سپاسگزاری از اونا باشیم. در هر لحظه باید ما قدردان و سپاس از اونا داشته باشیم، چون که پدر و مادر و ما شما اگر کسایی را که شاید در جامعه دیده باشین حتما پدر و مادر ندارن چقدر با دیگران تغییر دارن، چقدر با دیگران متفاوت هستند. از این لحاظ باید برای پدر و مادر ما احترام قائل شویم، دیگر دستایش ببوسیم، ادب در گفتار داشته باشیم، در رفتار داشته باشیم، در اختلافشان وقتی کدام در گفتار اختلاف میشه باید صبر داشته باشیم. هر لحظه باید ما قدردان پدر و مادر باشیم. همچنان و امروز اگر مثلا شخصا خودم بسیاری از دوستایی هستن که از ولایت هستن دیگه امروز در این زمستان اونا اگر یک لقمه نان خود کم میکنه ما تو را حمایت میکنه تا ما شما باشیم که این جامعه خود را یک تغییر بهتر یک بهبود خوبتر در جامعه وارد بکنیم و ما شما باید قدردان و سپاسگزاری از اونا باشیم. در هر لحظه باید ما قدردان و سپاس از اونا داشته باشیم، چون که پدر و مادر و ما شما اگر کسایی را که شاید در جامعه دیده باشین حتما پدر و مادر ندارن چقدر با دیگران تغییر دارن، چقدر با دیگران متفاوت هستند. از این لحاظ باید برای پدر و مادر ما احترام قائل شویم، دیگر دستایش ببوسیم، ادب در گفتار داشته باشیم، در رفتار داشته باشیم، در اختلافشان وقتی کدام در گفتار اختلاف میشه باید صبر داشته باشیم. هر لحظه باید ما قدردان پدر و مادر باشیم. چگونه یگانه